بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز. شروع می کنم درس در این سلسله دروس که به صورت برنامه‌های ویدیویی تنظیم شده برای شما. سعی میشه مباحث اولیه در آسیب شناسی که در قالب درس آسیب شناسی عمومی دامپزشکی مطرح میشه در ابتدا بیان بشه و سپس بخش‌های بعدی آسیب شناسی یک به یک تدریس خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم با این سلسله دروس برنامه‌های ویدیویی درس آسیب شناسی رو به شکل بهتری به دانشجویان عزیز تدریس بشه و بازدهی بهتری برای دانشجویان داشته باشیم. قبل از اینکه به مباحث اصلی درس بپردازم، نیاز میدونم که منابع اصلی برای تدریس مورد استفاده قرار میگیره برای شما معرفی بشه. اولین و مهمترین رفرانسی که در این سلسله دروس مورد استفاده قرار میگیره بحث کتاب Pathologic Basis of Veterinary Disease هست که ادیشن جدید این هم 2023 وارد بازار شده. مکگیوین و زکاریا در واقع مؤلفین این کتاب هستند. رابینز بیسیک پاتولوژی هم تصور میکنم چاپ جدید و یا ادیشن جدید اون هم وارد بازار شده باشه که نویسندگان بزرگی چون ابوالعباس و کومار و آستر در نوشتن این سهیم بودند. سه کتاب سوم و کتاب چهارم رو که بهتون معرفی میکنم کتابی هستن که اگرچه امروز زیاد ازش استفاده نمیشه ولی به عنوان کتابای بسیار بسیار خوبی که در زمینه دامپزشکی، پاتولوژی دامپزشکی نوشته شد و به رشته تحریر درآمد و بسیار هم با ارزش بودند رو به جهت معرفی بهتون و جهت آشنایی شما بهتون معرفی بکنم. پاتولوژی ایلوستریتد بیشتر جنبه نگارش به لحاظ عکس‌های بسیار متنوع و خوبی که داره ازش استفاده میشه و همچنین کتاب آسیب شناسی عمومی دامپزشکی که در واقع گردآوری و ترجمه خودم و جناب دکتر سهرابی و آقای دکتر مرتضوی هست. این رو هم خدمتتون معرفی میکنم که همچنان میتونید از این کتاب‌ها به عنوان منابع استفاده کنید. میریم سراغ مفاهیم اولیه آسیب شناسی و در اینجا سعی میکنم در واقع Basic Understandings of Pathology رو یا مفاهیم اولیه آسیب شناسی رو برای شما بازگو کنم. در این اسلاید با کلمه پاتولوژی آشنا میشیم و کلمه پاتولوژی در واقع از یک واژه مرکبی است که از یک بخشی به نام پاتو و از قسمت دیگه به نام لوژی تشکیل شده، یعنی در واقع دو بخش پاتو و لوژی مجموعاً کلمه پاتولوژی رو ساختن. اینا ریشه در زبان و ادبیات یونانی دارند، به طوری که پاتو در یونانی به پاتوس گفته میشد و لوژی به لوگوس گفته میشد و در واقع هر دو اینها در انگلیسی به پاتو و لوژی تبدیل شدن. پاتو یعنی درد و عذاب، رنج، بیماری و لوژی یعنی مطالعه. بنابراین اگر ما بخوایم به صورت تحت و لفظی این رو ترجمه بکنیم، اون رو میتونیم علم مطالعه بیماری نامگذاری کنیم. ولی این ترجمه بسیار بسیار ساده و ابتدایی است. فقط یک ترجمه تحت و لفظی است. حالا که اگر ما بخوایم تعریفی از پاتولوژی داشته باشیم، میتونیم اون رو تحت عنوان علم مطالعه اختلالات ساختاری و عملکردی است که در یک بدن موجود زنده در پاسخ به عوامل آسیب رسان و محرومیت‌ها به وقوع می‌پیوندد. این علم در واقع بررسی می‌کند، مطالعه می‌کند مجموعه تغییرات ساختاری و یا اختلالات ساختاری در سطح مولکول‌ها و سلول‌ها و بافت‌ها رو و همچنین اختلالات عملکردی سلول‌ها و بافت‌ها رو در بدن یک موجود زنده در پاسخ به عوامل آسیب رسان و محرومیت‌ها. این رو داره بررسی می‌کنه، این رو داره مطالعه می‌کنه. در واقع این یک تعریف بسیار جامع و کاملی است. در تعریف علم پاتولوژی
شما با واژه‌های روبرو شدید مثل پاسخ، مثل عوامل آسیب رسان، مثل محرومیت‌ها، مثل اختلالات ساختاری، اختلالات عملکردی و همینطور با واژه موجود زنده. یعنی اگر ما بخوایم این تعریف رو قسمت به قسمت بررسی بکنیم، هر قسمتش حاوی پیامی است و باید توضیح داده بشه که این رو ما به تدریج در بحث‌های بعدیمون واردش میشیم و صحبت خواهیم کرد که پاسخ یکی از مهمترین اون است. اما چند نکته من قبلش شروع کنم توضیح بدم و اون اینه که وقتی شما از صحبت از عوامل آسیب رسان میکنید، عوامل آسیب رسان طیف بسیار بسیار وسیعی دارد که اون رو در فصل خودش، در جای خودش، در اسلاید خودش روش صحبت خواهیم کرد. محرومیت ها نیز همینطور، شامل محرومیت از اکسیژن، محرومیت از آب، محرومیت از عناصر غذایی و غیره و غیره است. یه نکته دیگه‌ای که باید اینجا صحبت بشه موجود زنده است، چون ما انتظار داریم بیماری در موجود زنده اتفاق بیفته، نه در موجود مرده. هیچکس انتظار رخ داده بیماری رو در موجود مرده نداره. تغییرات ساختاری و تغییرات عملکردی نیز جزء مباحثی است که ما در تعریف هامون در اسلایدهای بعدی بهش خواهیم رسید. اما در اینجا ضروری است به چند نکته اشاره بکنم. در اینجا ضروری است که من به چند نکته اشاره کنم که در واقع اهمیت آسیب شناسی رو به ما نشون میده و اون این هستش که ما اگر بخوایم از چگونگی عملکرد بیماری ها درکی داشته باشیم، باید ابتدا درک ما از آسیب شناسی تکمیل بشه. یعنی درک آسیب شناسی در واقع اساس درک چگونگی عملکرد بیماری است. نکته بعدی این که هرگاه ما بتوانیم درک درستی از یک نحوه عملکرد بیماری داشته باشیم، طبیعتاً تشخیصش، درمانش و پیشگیری نیز برای ما بسیار بسیار راحت تر خواهد بود. نکته بعدی این استش که علم آسیب شناسی در واقع رابط بین علوم پایه و علوم درمانگاهی است، در حد فاصل بین این دو حوزه مطالعاتی قرار گرفته و پل ارتباطی است بین علوم پایه و علوم درمانگاهی یا علوم کلینیکی. درک پاتولوژی در واقع اساس درک نحوه عملکرد عوامل پاتوژن، برخورد با میزبان و شکل‌گیری وضعیت قابل تشخیص کلینیکی رو به ما توجیه میکنه، به ما معرفی میکنه و همین که میتواند مستقیما علوم کلینیکی رو مورد حمایت قرار بدهد. در علوم آسیب شناسی ما برای دستیابی به نمونه های بافتی مورد مطالعه که در آسیب شناسی در واقع آناتومیک مطرح هستش، یا از طریق نکروپسی یا کالبدگشایی میتونیم به این نمونه ها دسترسی پیدا بکنیم، یا از طریق بیوپسی. در کالبدگشایی یا نکروپسی ما نمونه های بافتیمون رو از به دنبال عمل کالبدگشایی و از روی جسد و لاشه حیوان اخذ میکنیم و در بیوپسی نمونه بافتیم رو در مطالعه روی بدن موجود زنده و کسب نمونه از بدن موجود زنده به دست میاریم. باز نکته دیگه رو که من قابل ترجیح میدم که در اینجا توضیح داده بشه، بحث این هست که ما کمی با اشکال مختلف پاتولوژی هم آشنا بشیم. مثلا وقتی که صحبت از علم پاتولوژی میکنیم، ما اشکال مختلف مطالعات آسیب شناسی داریم که من در اینجا سعی کردم چند نکته کوچیکش رو اینجا یا چند مثال کوچیکش رو اینجا براتون بازگو کنم. مثل مطالعه بیماری هایی که منشأ سم یا توکسین دارن، این متخصصان توکسیکولوژیک پاتولوژیست ها این کار رو انجام میدن و در حوزه توکسیکولوژیک پاتولوژی مطرح میشه. کلینیکال پاتولوژی در واقع علم مطالعه تغییراتی است که در سطح مایعات بدن اتفاق میفته، در کلینیکال پاتولوژی مطرح میشه و عملکرد در واقع کار کلینیکال پاتولوژیست هاست. اکسپریمنتال پاتولوژی یا پاتولوژی تجربی در واقع علم مطالعه بیماری های انسانی روی مدل های حیوانی است که این توسط پاتولوژیست های تجربی یا اکسپریمنتال پاتولوژیست انجام میشه. اینها بحثی است که به هر حال برای اینکه ما کمی آشنایی بیشتری با اهمیت و ماهیت در واقع آسیب شناسی داشته باشیم، گفتنش در اینجا ضروری و حائز اهمیت هستش. بحثمون که از کتاب استدمانز مدیکال دیکشنری در واقع من بحثی رو استخراج کردم، باز هم اینجا تعریف جدیدی از آسیب شناسی، تعریف دیگری از آسیب شناسی آورده شده که در واقع اون به عنوان شاخه اختصاصی از علوم پزشکی و احتمالاً در اینجا علوم دامپزشکی منظور هست که با همه جوانب بیماری ارتباط داره.
ولی خب اختصاصا به ماهیت، عوامل و نحوه شکلگیری بیماری و همچنین تغییرات ساختاری و فونکسیونال که در پروسه‌های بیماری به وجود میاد اشاره می‌کنه. کلمه فونکسیونال در واقع همون به مفهوم عملکردی است که حالا گاهن در تکست ها هم از این کلمه استفاده میشه. پس در واقع ما یه تعریفی داریم، تعریف جامعی از علم آسیب شناسی و یا علم پاتولوژی داریم که همون مطالعه تغییرات ساختاری و عملکردی است. بررسی ماهیت بیماری است. بیماری رو از همه جوانب مورد بررسی قرار. اما در همه این صحبت‌ها که از بیماری ما داریم صحبت می‌کنیم، آیا واقعا بیماری رو چی میتونیم تعریف بکنیم؟ در دورلند مدیکال دیکشنری در واقع اون رو به یک نوع انحراف از یا اختلال در ساختار و عملکرد نرمال هر بخشی از بدن، هر اندامی از بدن یا هر دستگاهی از بدن اشاره میکنه که با دو مشخصه ساین و سیمتوم نمایش داده میشه. این رو بهش میگیم بیماری. بیماری به هر نوع انحراف از یا اختلال در ساختار طبیعی و عملکرد طبیعی در واقع بافت‌ها، سلول‌ها، اندام‌ها و دستگاه‌های بدن است که دو مشخصه ساین و سیمتوم رو به همراه داره. ولی آنکه اتیولوژی اون شناخته نشده باشه، یعنی سبب عامل مسببه آن شناخته نشده باشه، ولی اینکه سیر و روند بیماریش مشخص نشده باشه، ولی اینکه پروگنوسیس یا پیشگویی هم در مورد اون بیماری نداشته باشیم. بنابراین این رو ما به عنوان بیماری در این اسلاید شما در واقع دو فرم بیماری رو در دو گونه دامی دارید برخورد میکنید باش، مشاهده میکنید. یعنی حیوان بیماری است که به لحاظ ظاهری، به لحاظ عملکردی کاملا متفاوت هست. وقتی که سلول ها و بافت ها از نظر ساختاری عوض بشن و از نظر عملکردی عوض بشن، کل موجود زنده هم میتونه چنین تغییرات رو از خودش نشون بده. حیوان بیحال، حیوان با سر وضع ژولیده و به هم ریخته و خیلی چیزهای دیگه که نشان از اسلاید بعدی توجه بکنید و در اینجا که علامات ساین و سیمتوم رو میخوام براتون تعریف بکنم که در واقع ساین به مجموعه علائمی گفته میشه که پزشک در هنگام معاینه بیمار بهش پی میبره یا هر گونه آنومالی نشان دهنده بیماری که در موقع معاینه بیمار به آن پی برده میشه. حالا که سیمتوم به مجموعه علائمی گفته میشه که بیمار خودش در طول بیماری اون رو تجربه میکنه، اون رو حس میکنه. ببینید هر پدیده پاتولوژیک یا بیماری یا خروج از حالت نرمال از نظر ساختاری، فونکسیونال یا حسی که توسط بیمار تجربه شده و
با کلمه پاسخ برخورد میکنیم. در تعریف آسیب شناسی تعریف شد که ما در واقع علم مطالعه تغییرات ساختاری و عملی گفته میشه. حالا ما میخوایم این رو تعریف بکنیم که در واقع بیماری زمانی حادث میشه که پاسخی که میزبان در مقابل عوامل آسیب رسان یا محرومیت ها نشون میده بتواند بر روی صحت و سلامتی بیمار اثرگذار باشه، یعنی فراتر از حد توانایی میزبان در تحمل اون باشه. در اون صورت است که ما با یک وضعیت بیماری روبرو میشیم. ما وقتی که میخواهیم پاسخ سلول رو نسبت به عوامل آسیب رسان و محرومیت ها بررسی کنیم، میبینیم که این پاسخ به یک سری عوامل بستگی داره. یعنی پاسخی که سلول در مقابل عوامل آسیب رسان و یا محرومیت ها از خودش نشون میده در واقع شامل یک سری فاکتورهایی است که تاثیرگذار هستند، شامل نوع آسیب. خب آسیب ها انواع مختلفی دارند، لذا عملکردهای متفاوتی دارند، تأثیرات متفاوتی دارند. نکته بعدی گستره آسیب هستش، اینکه چه مجموعه‌ای یا چه طیفی رو از اندام‌ها، سلول‌ها و بافت‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. دوره اثر آسیب در چه فاصله زمانی در چه بازه زمانی عامل آسیب رسان بر روی سلول‌ها و بافت‌ها اثر خودش رو اعمال کرده. و فاکتور بعدی نوع سلول در معرض آسیب هست، اینکه چه سلولی از بدن موجود زنده در معرض عامل آسیب رسان قرار گرفته. بنابراین وقتی که ما می‌خوایم بررسی کنیم الگوی پاسخی رو که سلول ها نسبت به، یا بگیم که در واقع سلول ها وقتی در مقابل عوامل آسیب رسان و محرومیت ها میخوان واکنش نشون بدن یا پاسخی خودشون رو نشون بدن، این نحوه پاسخ دادن و این شکل پاسخ دادن که گفتیم یک طیف وسیعی رو در بر میگیره به عوامل متعددی بستگی داره که نوع آسیب، گستره آسیب، دوره اثر عامل آسیب رسان و نوع سلول در معرض آسیب تاثیرگذار هستن. نوع آسیب شما نگاه کنید، مثلا آسیب هایی که با منشأ هیپوکسی هست خودش باز به اشکال مختلفی تقسیم میشه. آسیب ها میتونن انواع مختلف رو داشته باشن. آسیب های فیزیکی داریم، آسیب های شیمیایی داریم، آسیب های فرض کنید ناشی از روندهای ایمونولوژیک داریم، آسیب های ناشی از پیری و ایجینگ رو داریم. همه اینها آسیب هستن. بنابراین آسیب ها متفاوت هستن. گستره آسیب که تا چه حد اثر کرده، تا چه حد تونسته روی بافت‌ها اثرگذار باشه، چه طیفی از وسعت و حجم بافت‌ها رو در بر گرفته، دوره چه بازه زمانی در چه فاصله زمانی این اتفاقات افتاده، آیا مدت کوتاه بوده یا مدت طولانی بوده، آیا میزبان یا سلول ما یا بافت‌های ما برای مدت طولانی مثلا کوتاهی در معرض مثلا اشعه ایکس بوده یا برای مدت طولانی در معرض اشعه ایکس بوده. و نوع سلول آسیب در معرض آسیب، شما میتونید به راحتی این رو در مورد یک سلول عصبی با یک سلول ماهیچه‌ای مقایسه کنید و تفاوت این دو سلول رو در شکلگیری پاسخی که از خودشون نشون میدن هم تاثیرگذار باشه. به طور کلی سلول‌های ما در بدن موجودات زنده در پاسخ به عوامل آسیب رسان و محرومیت‌ها 3 الگوی پاسخ رو از خودشون نشون میدن. 3 الگوی پاسخ رو از خودشون نشون میدن که اینها عبارتند از 1 ادپتیشن یا سازش پذیری، 2 دیجنریشن یا دژنرسانس و یا آسیب‌های غیر کشنده که با اشکال مختلف تجمعات داخل و خارج سلولی همراه هستش، و 3 همون مرگ یا سل در هستش. همونطور که تو این تصویر نگاه میکنید یک سلول نرمالی رو در سمت چپ دارید،
این سلول وقتی در معرض عوامل آسیب رسان و یا محرومیت ها قرار میگیره میتونه به 3 الگوی مختلف پاسخ بدهد که بستگی داره به همون فاکتورهایی که گفته شد. یکی از اونها ادپتیشن یا سازش پذیری است. ادپتیشن یا سازش پذیری یک پدیده برگشت پذیر هستش. نگاه کنید از اینجا برگشت پیدا میکنه و میاد دوباره به سمت سلول طبیعی خودش. یعنی اگر عاملی که منجر به تبدیل این سلول از این حالت به این حالت شده، اگر اون عامل برداشته شود، سلول قابلیت برگشت به وضعیت قبلی خودش رو داره. همینطور سلولی که دچار دژنریشن یا آسیب غیر کشنده می شود هم می تواند با حذف عامل آسیب رسان مجددا به وضعیت طبیعی و اول خودش برگرده. ادپتیشن ها قابلیت تبدیل به دژنریشن ها رو دارند، اما تنها مرگ سلولی است که به هیچ وجه قابل برگشت نیست. چه مستقیما سلول نرمال رو داریم از همون وضعیت، یک سلول مونوسیت میوسیت نرمال رو دارید که این سلول میتواند یا دچار ادپتیشن شود، مثلا در اینجا احتمالاً از کلمه هیپرتروفی استفاده میکنه، و یا میتواند دچار آسیب برگشت پذیر گردد که همون دیجنریشن هست همراه با تجمعات داخلی و خارجی سلولی، و یا اینکه پدیده امکان داره ادامه پیدا بکنه و منجر به مرگ سلولی بشه. که این بحث ادامه پیدا کردن چیزی است که ما در جای خودش صحبت خواهیم کرد. بنابراین برای امروز این بازه زمانی رو به عنوان یک درس اول آسیب شناسی عمومی براتون طراحی شد که در یک فاصله زمانی تقریباً 30 دقیقه‌ای برای شما به اجرا درآمد. در کلاس‌های بعدی و در ویدیوهای بعدی مابقی درس برای شما آموزش داده خواهد شد.